سلام، به کانال Learn Live Longer خوش اومدید. امروز میخوایم یاد بگیریم برای ارسال تکالیف چطور آدرس دقیق بنویسیم، چون این کار خیلی کمک میکنه که بازخورد بهتری داشته باشیم. پس به ترتیبی که در ادامه میبینیم لطفاً اطلاعات تکالیفتون رو ثبت کنین. ما 7 تا پارت میخوام که اینا رو باید به اختصار بنویسیم. ابتدا بدونیم که این 7 تا پارت چیه. اولیش نام خودمونه، اسمتون رو مینویسین، نقطه میذارید، کتابی که دارید مطالعه میکنید و میخونید نقطه میذارید، دارید ورک بوک این کتاب رو کار میکنین یا استودنت بوکش رو کار میکنین، نقطه، یونیت چند هست، لسن، صفحش و سکشنی که دارین میخونید که اینجوری میشه. براتون روبروش نوشتم نام خودتون، مثلا آرزو، تاچستون اسم کتاب، استودنتس بوک جلد کتاب، یونیت 1 لسن A پیج 2 و مثلا 1B. اختصارش اینجوریه: آرزو دات ts دات sp دات یونیت 1 دات لسن A دات p3 دات 2b. ببینید عکساش هم براتون گذاشتم. صفحه اول سمت چپ اسم و جلد کتاب هست که روی کتابتون هست دیگه، تاچستون نوشته، اینکه استودنت بوک هست یا ورک بوک هست و اول هر یونیتی عدد اون یونیت نوشته که ما مثلا یونیت 1 رو انتخاب کردیم و پارت اول رو میخوایم بخونیم، لسن A رو میخوایم بخونیم که صفحه سوم هست و قسمتی که میخوایم مطالعه بکنیم 2B، یعنی اینجا نوشته Building Vocabulary، قسمت 2 Building Vocabulary رو میخوایم بخونیم و پارت B شو میخوایم مطالعه بکنیم. پس اینجوری ما مینویسیم آدرسمون رو به صورت کامل که پیدا کردنش هم راحت باشه و خودمونم بدونیم دقیقاً این مطلبی که نوشتیم مال کدوم بخش از کتابه. خیلی ازتون ممنونم که ما رو همراهی کردین.